بسم الله الرحمن الرحیم. دل در طلبت باشد میخانه به میخانه، از ساغر جان نوشد پیمانه به پیمانه. هنگام سحر دیدم اسرار تو را می گفت، از اشک رخ شمعی پروانه به پروانه. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد یکی از سوالهایی که بسیار میشه راجع به همین معرفت نفس انسانشناسی است و ما هم از ابعاد گوناگون به حقیقت انسان تو برنامه معرفت پرداختیم و کم نذاشتیم، ولی به قدر این انسان موجود اعجاب انگیزی که باز میبینیم لایه های دیگری از وجود انسان برای خود انسان هم کشف نشده. یکی از مطالب بسیار جالبی که در کتاب از محسوس تا مقول حضرت علی به آن اشاره کردید امروز مورد بحث قرار میدیم. فرمودید که انسان بزرگترین مظهر برای تجلی صفات خداوند است و همه صفات حق تعالی در او به ظهور میرسد. هیچ موجودی نیست که بتواند همه صفات و اسماء الهی را به ظهور و بروز برساند. این تنها انسان است که آینه تمام نمای حق شناخته می شود و جمال و جلال الهی را منعکس می سازد. خب تا اینجا خیلی بحث شد، اما نکته تازه اینجاست که آنجا که حقیقت در آینه هستی انسان انعکاس پیدا می کند، در عین آینه بودن همان حقیقت هم هست. به همین دلیل حکیم بزرگ صدر المتعلهین شیرازی در کتاب حدوث العالم انسان را قدر مشترک میان وجوب و امکان دانسته است. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب پاراگراف مهمی است و مسئله بسیار مهمی که قدر مشترک بین وجوب و امکان چی هست. اساساً وجوب و امکان قدر مشترک دارند یا ندارند؟ خیلی مسئله مهمی رو مطرح فرمودید. خب همطور که فرمودیم خداوند تبارک و تعالی که ما رو به صفات میشناسیم، به ذات که راه نداریم، ما خداوند رو به صفات انشاءالله سعی میکنیم بشناسیم. صفاتش در دو کلمه جلال و جماله. بله، قهر و لطف. خدا هم قهاره، هم لطیفه، هم رحمانه، هم جباره، هم جلال داره و هم جمال. و کل عالم هستی مظهر صفات خداونده، ولی در تمام عالم هستی، عالم ممکنات از ملک تا ملکوت تا هاهوت، هر موجودی وجهه‌ای و جنبه‌ای از صفات خداوند رو منعکس میکنه. بعضی مظهر لطفند، بعضی مظهر قهرند. تنها موجودی که همه صفات خدا رو میتونه منعکس کنه انسان. جمادات، نباتات، حیوانات، حتی فرشتگان جنبه تنزیهی حقن. جنبه تنزیه حق رو، جنبه جسمانی، جنبه تشبیهی حق رو، حالا جسمانی که نباید بگیم، تشبیهی حق رو منعکس نیم. تنزیه هست، مظهر تنزیه هست، نقایص امکانیه. بله، جمادات و نباتات هر کدوم اندازه خودشون نشون دهندن. انسان در این وسط تنها موجودی است که هم جلال رو نشون بده هم جمال رو. این خودش یه عظمتی است واقعا است. پس آینه تمام نماست و حق تبارک و تعالی خود را در آینه انسان کامل می‌بیند. خب این مطلب رو غالبا هم گفتیم و شاید تکرار باشه بخوام توضیح بدیم، ولی نکته که شما فرمودید، انسان در این که آینه است، مرآته، داره حق رو نشون میده. البته انسان درست، انسان کامل. انسان کامل ما رو افراد بحث نمی کنیم، رو طبیعت انسان، رو حقیقت انسان داریم که انسان کامل هم میتونه فرد از حقیقت انسان باشه. این صفات حق تعالی رو مثلا اولیا و انبیا، حضرت ختم مرتبت نشون میده صفات خداوند، با افراد کار نداره. اما نکته‌ای که اینجا خیلی مهم بود
این بود که تو گوی انسان مشترک بین وجوب و امکانه، در حالی که وجوب و امکان اصلا حد مشترک نداره. اصلا مقوله نیستن. وجوب اونه که امکان توش نیست، امکان اونه که وجوب نیست. اصلا ممکن یعنی نبودن واجب، واجب هم یعنی از حد امکان گذشته، حد مشترک نداره. این جمله خیلی که شما انگشت روش گذاشتید جمله مهم بود که آیا بین وجوب و امکان قدر مشترک است؟ در عالم مفهوم نه، مفهوم وجوب و مفهوم امکان قدر مشترک ندارن. اون چی که ممکنه واجب نی، اون که واجبه ممکنه. البته به امکان عام میشه بگی واجب به امکان، باز امکان هم دو معنی، یه امکان خاصه یه امکان عام. امکان عام اینه که میتونه باشه، حالا میتونه باشه به نحو وجوب یا به نحو امکان خاص. امکان خاص یعنی دو طرفش مساویه، یعنی نه ضرورت وجود توش هست نه ضرورت عدم، نسبت به هستی و نیستی در حد استواست. امکان عام یعنی میتونه باشه، چنین نیست که نباشه. حالا که میتونه باشه، میتونه به نحو وجوب باشه، میتونه به نحو امکان. ضمناً چون این لازم بود که معنی امکان هم توضیح بدیم. اینجا قدر مشترک وجوب و امکان تو امکان عامه، تو امکان خاص نمیشه. امکان خاص با وجوب قدر مشترک نداره، اما امکان عام اینه که نبودنش ممتنعه. امکان خاص اینه که نبودنش ممتنع نیست، واجب بودنش هم نه واجبه که باشه نه واجبه که نباشه، میتونه باشه میتونه نباشه، مثل دو کفه میزان، به هم اندازه که میتونه باشه به هم اندازه میتونه نباشه. این میگه امکان خاص. امکان عام این است که نبودنش ممتنعه، یعنی نمیشه نباشه، حتما باید باشه. اما حالی که باید باشه به نحو وجوب باشه یا به نحو امکان شدنیه. پس اونی که میتونه بین وجوب و امکان قدر مشترک باشه، یا از قدر مشترک ازش صحبت کنیم، جنبه امکان عام داره. این از نظر مفهومی. اما از این حرف بالاتر که از مفهوم بگذاریم، علت این که انسان میتونه هم مظهر وجوب باشه هم مظهر امکان که وجودشه، ماهیت نمیتونه. ماهیت یا ممکنه، واجب الوجود هم که ماهیت نداره. اما وجود هر دو درش هست، هم وجوب توش هست هم امکان. ببینم الان از تقسیمات اولیه وجوب که به صدرالمطلعین یا اشاره کردیم، صدرالمطلعین چند تقسیمه که میگه تقسیمات اولیه وجوده. وجود یا بالقوه یا بالفعل، یا ذهنی یا خارجی، یا ممکنه یا واجب. خود وجود یا ممکن است یا واجب. این تقسیم درست که بگیم وجود ممکن داره وجود واجب، تقسیم درست نیست. میتونیم وجود رو به دو قسم ممکن و واجب تقسیم کنیم؟ نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ پس وجود یا واجب الوجوده یا ممکن الوجود. پس این تقسیم اولیه، یعنی حتما وجود از این دو قسم خارج نیست. حالا تقسیمات دیگه اولیه هم داره، ولی این یکی از تقسیمات اولیه است، یا واجبه یا ممکنه. وجود. خب مقسم ما در اینجا چیه؟ وجوده. وجود یا واجبه یا ممکن. مقسم میتونه در اقسام حضور داشته باشه یا نه؟ هر مقسمی در اقسام حضور داره یا نداره؟ چرا نداره؟ اگر مقسم در اقسام حضور نداشته باشد که مقسم نیست. بله. مقسم ما وجوده. حالا این وجود یا واجبه یا ممکن. پس وجود هم میتواند واجب باشه، حق تبارک و تعالی، هم میتواند ممکن باشه، انسان، شجر، حجر، مدر، اینا وجود دارن دیگه. وجود امکانی دارن. حق تعالی وجوده. وجود امکانی وجوبی. حق تعالی وجودش واجبیه دیگه، وجوبیه. وجوب وجوده. حق تعالی وجود داره، وجوده. اما وجود غیر حق تعالی وجود داره، امکان وجود. پس تو وجود میتونه هم امکان داشته باشه هم وجود. میتونیم بگیم که وجود فصل حقیقیه همه وجود رو نمیتونیم فصل بگیم، ولی وجود اینجا در واقع خواستیم بگیم که اونی که در انسان مهمه وجوده، نه ماهیت. و اگر یه قدر تندتر بخوایم بریم، میخوایم بگیم انسان موجودی است که در واقع ماهیت نداره. ماهیت داره، حالا حیوانات، حالا این تعریفاتی که بر انسان کردن فصل منطقی میشه. خب هم آخه فصل منطقی با جنسشه، فصل منطقی با جنسه. جنس و فصل با هم، فصل منطقی هر چی بگیری، جنس و فصل منطقی ماهیت شعر رو تشکیل میدن.
حالا شما در تعریف انسانی هم حیوان ناطق، حیوان اقتصادی، نمیدونم حیوان، این همه از زمان 2000 سال پیش تا تعریفات برای انسان کردن. همینا به وجهی ممکنه درست باشه. این تعریف ماهیت انسان. وجود انسان فصل جنس هم نی. فصل و جنس مال ماهیته. تا از فصل و جنس صحبت کردیم رفتیم تو ماهیت. وجود نه جنس نه فصل وجوده، ولی امتداد داره. امتداد وجود از امکان تا وجود. و انسان یه چنین موجودی است که این حرف هم اشاره به اینه که وجود درست انسان هم مثل موجوداتی که ماهیت داره. هر موجود در این عالم به ماهیت داره. عالم امکان هر موجود داره ماهیته. انسان هم در این عالم امکان پس ماهیت داره. ولی غلبه وجود در انسان آنچنان است که تو گویی ماهیت ندارد. تو گویی حکم ماهیت مضمحل میشه. یعنی غلبه با وجوده. وقت وجود از امکان تا وجود کشیده شده. اینه که این از عجایب. هیچ موجود دیگر این خصلت نداره. هر موجودی وجودش در حد ماهیت شه. هر موجودی که این عالم میگه از فرشته تا عالم ماده یه موجوده، یه تعریف داره، یه ماهیت داره، یه وجود محدود داره معینه. میشه بگین چیه؟ انسان شما نمیتونی بگی چیه. میتونی بگی تا گفتی از این بالاتر میتونه بره. مثلا یه حدی برای انسان برای من شما حالا تعریف حد دیگه در واقع، حالا حد عقلی یا حد حسی یا حد مکانی. حد که میگیم حد عقلی هم حده، یه وقت حد مکانی و زمانیه، یه وقت حد عقلیه. حد عقلی هم یه حده. شما برای انسان هر حدی که تعیین کنی ولو در عالم اندیشه یه چیزی بگو مثلا انسان اینه، تا گفتی من از شما میپرسم دیگه از این حدی که شما گفتی بالاتر میتواند برود یا نه؟ پاسخ شما چه خواهد بود؟ میگم میتواند. اگر گفتی حدو میشکنه. توجه کن. هر چه دلت میخواد حد بگو. بالاترین حدو بگو. حد عقلی بگو. میپذیرم. اما میگم در این حد میماند یا این مرز رو میشکند. ببین در انسان یه خصلتی هست خیلی مهمه. انسان هم با مرزها مواجه نمیشه. وقتی داری میری مرز نیست جلوت، چرا قرمز خودش مرزه. مثلا از این کشور بخوای خارج بشی از مرز ایران خارج نمیشی، بخوای بری ترکیه مرزی داره دیگه، نه؟ بله. بخوای بری افغانستان مرزی داره. ما خیلی مرزها رو داریم. اگر بزرگترین مرز رو جلوی شما بکشن، سد کنن، پشت مرز میمونید دیگه. اگر مرز خیلی قوی باشه بلند باشه، یه دیوار مثلا چین، دیوار چین پشت دیوار میمونه. فرض کن دیگه حالا یه دیوار آهنین میمونی، خب نمیتونی بری. اما نمیپرسی پشت دیوار چیه؟ میپرسی یا نه؟ چرا؟ میپرسم. چه مرزی و چه دیواری در مقابل شما ممکن است کشیده شود که شما نتوانی بپرسی پشت این دیوار چیه؟ هیچ دیواری. هیچ دیوار ممکنه نتونی عبور کنی. دیوار آهنین نمیتونی عبور کنی. خب میمونه. ولی میتونی بپرسی. ولی میتونی بپرسی پشت. یعنی فکر عبور میکنه. تمام شده. هیچ دیواری در مقابل شما کشیده نمیشود مگر اینکه میتوانی پرسی پشت این دیوار چیه. یعنی فکر عبور میکنه. اما حیوانات دیگه اینجور نیستن. حیوان وقتی رسید به دیوار دیگه نمیپرسه پشت دیوار چیه، میمونه مونده. جماد، نبات، حیوان هیچی یه حدی داره دیگه نمیگه. حالا من میتونم بگم فرشته یه حدی داره. ببین حالا جبرئیل دیگه نمیپرسه که میکائیل چه کار میکنه، چه کار داره که میکائیل چیه. جبرئیل از میکائیل از عزرائیل نمیپرسه که تو چه کار میکنی. حد خودشه. هر موجودی در حد خودش میماند. انسان هر حدی برای او بگوییم و بشناسیم و تعریف کنیم میپذیرد، میگه خب این حد منه. اما بلا فارسی این پرسون پشت خبره. این پشت چه خبره؟ حالا فارسیشو بگم. اون پشت خبره این سوال انسانه. انسانی میشناسی که نگه اون پشت خبره یا نه؟ نه معمولا میگه. بله. حالا کسی هم نگه تو دلش میگه. ممکنه کسی نگه، ادب کنه نگه. اقتضاش این هست. حتی ممکنه اصلا هیچ نگه، اصلا ناز کرده باشه سکوت کنه. اما تو دلش میپرسه اون پشت خبره یا نه؟ چرا؟ این فکره. این کنجکاوی فکر اون چنان کنجکاو است. اندیشه بشر اون چنان کنجکاو است که مرز نمیشناسد، پشت مرز میماند ولی میپرسد پشت مرز چه خبر است. و این عظمت انسانه. حالا این خودش هم مظهر حقیقته هم حقیقته. خود این پرسش حقیقته، ضمن که مظهر حقیقت هم هستی.
شما حد یقف نداری، همچنان میپرسی. به به چقدر پرسش چیز خوبیه. پرسش هم خوبه هم بد. پرسیدن زیاد خوب نیست، فضولی خوب نیست، سوالات بیجا خوب نیست. خوبه ما بی خودی سوالات بیجا بکنیم؟ نه، خیلی بده، خلاف ادب اصلا. اما پرسش های فلسفی فکری در درون بده؟ نه خیلی خوب. اصلا نمیتونیم سوال نکنیم. خب شما در دهن منو بگیر، اصلا در دهن منو ببند. اصلا یه پلیس وایسه بگه آقا تو حرف نزن. خیلی خوب، حرف نمیزنم. اما در دلم نمیپرسم اون پشت خبره. ممکنه من خفه کنند، به زوری ممکنه من خفه کنه، اصلا تا آخر عمر حرف نزن. خیلی خوب، حرف نمیزنم. حالا که حرف نزنم در دلم نمیپرسم که تو چرا نمیذاری من حرف بزنم. اصلا هست یکی چیزی پرسش میکنه درون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قو. خدا رحمت کنه حافظ. مدام میپرسه. یه وقت این ضرب المثل، حالا یه قصه است گفتم ظاهرا، حالا تکرار میکنم. میگن یه وقتی یه قافله عبور میکرد با خدم و حشم و خول بار و بنه و خیلی سرمایدار داشت میرفت به راهی، حالا یا به مکه میرفت یا به هر راهی. سابق با قافله میرفتن دیگه. قطاع الطریق، دزدان راه، وسط راه نصف شب جلو قافله رو گرفت. خب دزدن دیگه. سابق قطاع الطریق دزدان میمدن جلو قافله میگرفتن و غارت میکردن قافله رو. رئیس دزدان اومد و به رئیس قافله گفت که کور شو. چشماشو بست. گفت چشم. کور شو، چشماتو ببند. چشماشو بست. گفت کر شو. گوشاشو بست. گفت بنشین. نشست. هرچی گفت کرد. میترسید دیگه، تفنگ بود. رئیس قافله عمل کرد. گفت نفهم. گفت خیلی متاسفم، خودت نمیفهمی. کور شدم، کر شدم، نشستم، هرچی تو گفت، اما نمیتونم نفهمم. نمیتوانم که نفهمم. میفهمم که تو دزدی داری منو غارت میکنی. حالا میتونست نفهمه یا نه؟ نه میفهمتی. کور شد، کر شد، نشست، هرچی گفت کرد، اما دستور میده نفهم. نمیشه که نفهم. بشر میفهمد و این فهمیدن، این همینه ها. این مطلب که اینجا گفتیم همینه. یعنی انسان همیشه از ماورای مرز میپرسد. انسان، حالا اینجا گفتیم وجوب و امکان، انسان مظهر ازداد آقای لاریجانی. ببین در انسان مهر و کین وجود داره. انسان مهرورز داره یا نه؟ بله. خیلی. انسان کینه توست چطور؟ چرا؟ فرابو. عشق و نفرت. انسان عاشق دیدی؟ بله. پر محبت. انسانی که متنفر از خیلی چیزا، اونم که دیدی. بله. عشق و نفرت، مهر و کینه، هر دو در انسانه. خب عشق و نفرت، مهر و کین با هم متضادن دیگه، در تضادن. اما این تضاد در انسان هست. انسان موجود در عین وحدت و یگانگی. انسان واحده، تشخص داره در عین وحدت و یگانگی و تشخص، که وحدت هم به معنی واقعیش انسان میفهمه، تضادم داره. و از درون این تضاد مهر و کین، عشق و نفرت، دنیا و آخرت، روح و بدن، عقل و حس، رحمان و ابلیس، چقدر تضاد بگم. از این درون این تضادها که چقدر سخته انسان باید عبور کنه. رحمانی و شیطانی. چه کسیست که وسوسه های شیطانی نداشته باشه؟ یه آدم پیدا کن که دچار وسوسه های شیطانی در عمرش نشده باشه. داره. همه داره. اون وقت مواهب رحمانی داره، الهامات رحمانی داره، اندیشه های رحمانی داره انسان، رحمانی و شیطانی. خب اینا عظمت انسان در اینه که در این بین، در این رحمانی و شیطانی، در این مهر و کین و به تعبیر کلی‌تر خوبی و بدی، خوبی و بدی. ببینم حیوانات خوب و بدی سرشون میشه؟ نه خیر. حیوانات خوبا رو از بدا تشخیص میدن یا نه؟ نه. البته اونی که خوراکی خوب متناسبشه میخوره، اونی که متناسبشه نمیخوره. اینو تشخیص میده چی بخوره چی نخوره. اینو میدونم، تشخیص میده. اما میاد خوبی چیست، بدی چیست، درس اخلاق میده، یه میزان درست میکنه. اینا رو میگن حیوانات یا نه؟ نه خیر. غیر از حیوانات جمادات و نباتات چیکار میکنن؟ نمیکنن. خوبی و بدی با هم متضاد نیستن؟ بله. متضاد، متناقض، متضاد. حالا بگیم خوبی و بدی متضادن. انسان میاد خوبی ها رو ردیف میکنه، بدی ها رو ردیف میکنه، چیا خوبن چیا بدن.
حد وسط چیست؟ اونی که نه خوب است و نه بد چیست؟ حالا اینجا کار مشکل میشه. انسان که خوبی‌ها رو از بدی‌ها جدا میکنه. علمای اخلاق، این همه کتاب اخلاق شما خوندید، کتاب اخلاق ابن مسکویه، معراج السعاده، اینا کتاب اخلاقن دیگه. اخلاق ناصری، اخلاق ناصری، اینا کتاب اخلاقه. خب خوبی‌ها رو میگن، بدی‌ها رو میگن، صفات خوب رو میگن، صفات بد رو میگن، همه اینا. خب حالا میشه پرسید از علمای اخلاق، شما به عنوان عالم اخلاق میخوام ازت بپرسم، حد وسط بین خوب و بدی چیه؟ یه چیزی که نه خوب باشه نه بد داریم یا نه؟ یه چیزی که نه خوب باشه نه بد؟ نه. یه چیزی که هم خوب باشه هم بد چطور؟ نه، اونم در یه جهت واحده. اونم نداریم. میتونه یه چیز از یه جهت خوب باشه، از یه جهت بد. یه روز خوب باشه، یه روز بد. در یه مکان خوب باشه، در یه مکان اینه میشه. اما از جهت واحد، در لحظه واحد، در آن واحد، از همه جهات هم خوب باشه هم بد میشه؟ نه. باز از همه جهات نه خوب باشه نه بد میشه؟ این حد وسط ارسطو هم به همین دلیل سخته. حد وسط ارسطو که بعضی مشکال بهش دارن همینه. خب میدون خیلی ایراد دارن بر ارسطو دیگه، ولی هنوزم بهترین حرفه. ایراد دارن، میدونم خیلی علمای اخلاق به حد وسط ایراد کردن، ولی هنوزم بهترین حرفه. درست حد وسط به اون معنی نداریم، ولی من بهتره که به جای حد وسط از اعتدال اعتدال که گفتیم. خب اعتدال همون عدله. اعتدال یعنی درست ببینید یه آدمی که بند بازه رو بند داره میره، بند بازه رو که دیدی تو تلویزیون که دیدی رو بند داره میره، این آدم چجوری این بند راه میره؟ دیدی که راه میرن. به چه هنری؟ من که یه دقیقه هم نمیتونم، فوری میفتم میمیرم. هر کسی تو تمرین نکرده باشه رو اون بند میتونه راه بره؟ اصلا دیدی یا نه بند بازه روی بند باریک داره راه میره؟ چرا میتونه راه بره اگه گفتی؟ چون به اعتدال مزاج میرسه، تعادل رو حفظ میکنه. یعنی تمرین کرده، البته با تمرین رسیده ها، کلی تمرین کرده که بتواند تعادل خود را حفظ کنه که نه این طرف بشه نه اون طرف. وقتی تعادل رو حفظ کرد روی بند باریک که هیکل 70 کیلویی 80 کیلویی داره راه میره و نمیفته و خیلی هم هنر بزرگیه. این هنر در چی خلاصه میشه که این رو بند راه میتونه بره؟ که اگه بیفته خورد و خمیر میشه. در اعتدال. در اعتدال. آفرین بر شما. در اعتداله. اعتدال را باید فهمید و تمرین کرد. حالا اعتدال فهمیدنش آسونه ولی تمرینش خیلی سخته آقای لاریجانی. اعتدال میشه زود فهمید که چیه. بله. فهمیدنش آسان، اما تمرین اعتدال سخت، آسان نیست. ما باید تمرین کنیم و اعتدال داشته باشیم. اعتدال همون چیزی که علمای اخلاق حد وسط میگن. ارسطو هم منظورش از حد وسط همون اعتداله. یعنی نه افراط، حالا به تعبیر دیگه بیان کردن علمای مسلمان، علمای اسلامی خوب گفتن، نه افراط نه تفرید. افراط در هر چیزی بده و تفرید در هر چیزی بده. یمین و شمال و مدلله طریق الوسطا و طریق هی الوسطا، راه راست. آره. حضرت هم فرموده، از امیر علیه السلام چه خوب فرموده، خیلی درسته فرمایش حضرت هم همینه. و طریق هی الوسطا یعنی راه راست و جاده وسط هم یعنی اعتدال. یعنی نه افراط و نه، ما اگر بتوانیم نه افراط داشته باشیم و نه تفرید، حد اعتدال، خب مستقیم میتونیم به خط باریک راه بریم، سقوط نمی کنیم، به مقصد میرسیم. نه این مال فرده، جامعه هم همینطوره. حالا اگر یک جامعه هر چند میلیونی باشه، چند میلیارد چند میلیون، از آدم‌های معتدل تشکیل بشود، آدم‌های اون جامعه معتدل باشن، اون جامعه معتدله یا نه؟ به اعتدال میرسه. اگر افراد جامعه معتدل بودن، بله، جامعه هم معتدل میشه.